یه روز رفتم پارک، دیدم یه جوونی خیلی غمگین رو نیمکت نشسته و به زمین نگاه میکنه. رفتم یه گل چیدم و با لبخند دادم دستش. پرسید مال منه؟ گفتم بله. یه لبخند نشست گوشه لبش، شاد شد. بعد رفتم به باغبون پارک، گفتم اون جوونه رو میبینی اونجا نشسته؟ هر روز میاد گلای پارک رو میکنه، آخریش هم الان تو دستشه. باغبون با بیل افتاد دنبالش. پس چی؟ فکر کردین من اهل این سوسول بازیام؟ فقط میخواستم ببینم که یه جوون غمگین با چه سرعتی میتونه بدوه. حالا آخر برنامه منم نشونت میدم که یه مجری ضربه خورده بی معرفت با چه سرعتی میتونه بدوه. ناکس دیگه هر بسیجی هم میفهمه که داری به نظام الهیمون میزنی که گول یه ادا اطواره آمریکا بد اروپا خوبه رو خورد. آخرش معلوم میشه اروپا هم اگه با بیل نیفته دنبالمون همونه که از پشت خنجر میزنه. آقای دکتر کجا هر بسیجی اینو میفهمه؟ خود من که اقیانوس علم نباشم اقلا دریاچه که هستم نفهمیدم منظورم از این حرفی که زدم چی بود. بسیجی مرشنگ از کجا بفهمه اینو؟ تو همین قدرشو بفهمی بسه که برجام شده یه باطلاقی که چه خارج بشیم ازش چه بمونیم توش به ضررمونه. یعنی عین باطلاق هر دست و پای بزنیم بدتر فرو میری آقای دکتر؟ نه خیر، تو باطلاق فقط اگه دست و پا بزنی فرو میری. اینجا بقیه هم دست و پا بزنن ما فرو میریم. یه طوری شده که اگه آمریکا بکشه بیرون از برجام میپکه، توقش میمونه گردن عظما. آمریکا هم از بیرون راحت تحریم بارونمون میکنه. اگرم نره بیرون همین بدبختی‌ها که الان داریم بیشتر میشه. هر دو به هزینه نظام، یعنی دو سرش ضرر. آیا دکتر من یه دکمه گفتم شما یه پالتو دوختین بهش. اصلا شوخی کردم، توهم برام داشته بود. بالاخره توهم تو رو برداشته باشه یا تو توهمو هیچ فرقی نمیکنه. از هر طرف که پیش بره از جیب عضوا میره. آره تو ناجوری دو جورش هم یه جوره. از قدیم گفتن درد رو برعکس هم که بکنی همون درد میمونه. بله کتک هم اگه برعکس بکنی باز همون کتک دیده میشه. حالا اگه گفتی نوشابه رو برعکس بکنی چی میشه؟ نوشابه میشه نمیخواد به مغزت فشار بیاری، تاب برمیداره آخر کاری. نوشابه رو خب برعکس بکنی میریزه دیگه. خواستم توهمت بریزه که فکر نکنی خیلی دریای علم و حلمی. با خاک یکسان شدم دکتر جون. تاستان برجام بدفرجام شده، مثل قصه‌هایی که تو بچگی ننم برام میگفت. تو فیلم‌ها مادرها برای بچه‌هاشون قصه شاه پریون تعریف میکنن تا خوابشون ببره. ننه ما هم قصه قبرستون و اون جنه که شب از قبر میومد بیرون رو تعریف میکرد. من از ترس بیهوش میشدم، فکر میکرد خوابم برده، خوشحال میشد، فردا شب دوباره هم تعریف میکرد. میرم سر داستان ریزش و رویش تو نظام الهی. رویشو که تو همون خوابات دیدی خیر باشه، از همون خوابایی که با داستان جن و قبرستون میدیدی. ولی خب ریزش تا دل بخواد داریم، همه جورش هست، کدومشو میخواد؟ طفلی مقام عظما نمیدونه چه کارش کنه. هم ریزش داخلی داریم هم برون مرزی. آی دکتر کدومش مهمتره؟ جلو کدومش اول بگیرید؟ تو نفست از چه جای گرمی بلند میشه. اگه تونستی جلوشو بگیری سلام منم بهش برسون. طرف مونده که جلو کدومشو بگیرم. اینا که میریزن که دیگه ریختن، به درد مقام عظما هم دیگه نمیخورم. از اون بابی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که به یارو گفتن اگه یه روزی گرگ به پسرت با دخترت حمله بکنه تو به کدومشون کمک میکنی؟ گفت خب معلومه به گرگه. روشن شد یا همچی بذارم که بری پیشواز گرگی. آیه دکتر اینم نشد، بحثو میبرم به پهنه اقتصاد. آیه دکتر چرا نظام ارز مسافرتی رو آزاد کرد؟ آها دیدی بعضی وقتا اینقدر پول داری که نمیدونی چطوری خرجش باید بکنی؟ نه خیر ندیدم. خب منم ندیدم، بزن قدش. آیه دکتر من رسما شکایت دارم. دفعه قبلم همینطوری با خاک یکسانم کردی. از خدات باشه که با خاک یکسان بشی ولی به روز و حال مقام عظمای بدبخت نیفت. خدا نکنه، من همینطوریشم اعصاب معصاب ندارم. چند روز پیش رفتم داروخونه، بقیه پولمو چسب زخم داد. منم زدم تو دهنش تا بفهمه همه فقط زخم ندارن، بعضی هم اعصاب ندارن.
الان هر وقت میرم داروخونه بقیه پولمو قرص اعصاب میده ناکس. خب حالا آروم بشید تا من جواب اون سوالیو که کردی بدم. سر ارز مسافرتی نظامم بالاخره باید خرجش یه جای در بیاره دیگه. کجا نزدیکتر از جیب مردم؟ مگه دفعه اولشه که این کارا رو میکنه که تو اینقدر جوش آوردی؟ مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض کردم بله، میفرمودن که قاضی به دوزه گفت چرا دست کردی تو جیب ایشون؟ دوزه گفتش که فکر کردم جیب خودمه. قاضی گفت پس چرا پولاشو برداشتی؟ طرف گفت خب بفرمایید که من دیگه اختیار جیب خودم ندارم دیگه. روشن شد یا برفرستم پیش قاضی. آی دکتر ولی قیمت ارز به خالی کردن جیب مردم چه کار داره؟ راحت بگم یا یه خورده پیچت بدم؟ آی دکتر یه خورده پیچ بدین بهتره. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که گزارشگره تو اتوبوس از یکی پرسید آقا شما چرا با اتوبوس تردد میکنی؟ طرف خیلی جدی گفتش که اولا واسه اینکه آلودگی هوا رو بیشتر نکنم، ثانیا زودتر به کارم برسم، تو ترافیک گیر نکنم، دنبال جا پارک نگردم، ولی از همه اینا مهمتر ماشین ندارم، مجبورم. میفهمی؟ آی دکتر ولی حاجی روحانی هوشمندانه عمل کرده، گفته چاپ قیمت رو کالا هم حذف کنن که دیگه هر کاری رو بشه اون زیر میره کرد. تقلب مدل 2017. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که مشنگه کنتور گاز رو دستکاری کرد، بعد روزی 18,000 تومان اداره گاز باید بهش پول میداد. آیا دکتر من سر تقلب مدل 2017 حاجی روحانی که گفتین و مشنگ بودن بسیجیه و حالا روز تباه مقام عظما که گفتین دعوا ندارم، ولی شما توی این برنامه منو برای بار دوم با خاک یکسان کردی. این دست لامصب بشکنه که نمک نداره. آیا دکتر الهی آمین. آخه این چه کاری است که تو با مشتی برنامه میکنی؟ این تو دنیا این کاری